دوستان من از گوشادی خودم استفاده کردم و یه خلاقیت به دست آوردم. این جعبه سبد گلا هستن، میخریم میدیم به اینو. توشو خالی کردم، یه دونه از این پارچه هایی که تقریبا بلا استفاده است دور تا دورش با چسب رازی زدم و کفش هم یه لایه بیشتر انداختم. تونستم میشکا رو از این سبدهای 20,000 تومانی رهایی پیدا کنه. بچه میرفته این تو، حتی بیشتر احساس امنیت هم میکنه چون این دورش پرتره. میشکا اینم مال بو مادران رینستا. میشکا نظر شما در مورد سبده چیه؟ حال میکنی دیگه از آبکش جدا شدی؟ هی میگفتم میشکا شاید برنج شده اینقدر تو آبکش.